I'm not the girl that used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه تو این ویدیو میخوام کد سنس هم حالا براتون بذارم. این گیم پلی هم که دارید میبینید 10 تا کیل زدم، بعد یادم افتاد که ریکورد نیستم. اینجا اومدم ریکورد رو گرفتم اون بالا تا برج. اینجا اومدیم اچسی یارو برداشتیم، پرکوینام روش انداختم، صفا سیتی منتب. بچه ها سنس شاتگانه، من خودم با این سنس پایینه، اگه گوشیتون لگ داره توصیه میکنم بهتون که این سنس به درد شما نمیخوره اگه گوشیتون لگ داره. اگه نداره که خودم گوشیم ایکس چیش بروه، اینو خواستم بزنم یارم دزدید ازم با هیده زده شماره 3. آره اگه گوشیتون لگ داره، مثلا صفحه اینا نمیچرخن از زور لگ، بهتون پیشنهادش نمیکنم این سنسو. ولی اگه گوشیتون خوبه، میخواید شاتگان پلیر بشید، میخواید رایفل و اینا بزنید، خوبه براتون، خوبه. من خودم این سنسو دارم، خیلی خوب میزنم، عالیه، میجنگه دادا، میجنگه. آخر ویدیو هم چیزو گذاشتم براتون، سنسو گذاشتم، کد سنس هم براتون میذارم. کد سنس هم تو چیز میذارم، توی کامنت اول میذارم براتون. آره کد سنس رو تو کامنت اول و حالا اگرم شد تو کپشن براتون میذارم. اینجا اومدم اچسی که دستم، اومدم اینجا اینو بزنم. بچه اگه خواستید بگید اول ویدیو اونطوری شروع بشه یا نه، مثلا یه تیکه مثلا میزنم اونجایی که با بیوای یورو، اوه چه دمیجی داد یورو، اسم پلیر. آره اگه خواستید بگید، اگه به دردتون نمیخوره، حوصله سر بره، بگید تا دیگه حذفش کنم، دیگه از اونطور چیزی نذارم. اینجا هم نمیدونم شات نخورد شد، این یارو هم زدش، رفت یارم زد. من میام اینجا فکر کنم میزن. آره یه شات، 2 شات، تمام. میندازم یارو رو، اومد منو میزنم. بچه ها بذارید الان شماره 3 میگه من ریوایو کنید. وقتی میخواید ریوایوش کنید، حالا من چون یه بار قبلا ریوایوش کردم، چون قبلا گیم پلی حالا از 10 کیل شروع شد، چون قبلا ریوایوش کردم یه بار چیز شد، صفحه فریز کرد برام. بعد دفعه دیگه اینطوری نیست. اگه میخواید این مشکل رفع بشه، وقتی میخواید یارتون بلند کنید بزنید اول شخصش بکنید، دیگه اینطوری نمیشه. آره بعد که بلند شد دیگه از اول شخص درش بیارید، برید به گیم پلی. آره اینجا هم زیپلاین رو گرفتم، اومدم بالا، یکی ایش نمیدونم اچس دیلی زیاده، لعنت. اینجا فکر کنم یه شات خورد، نخورد. حالا فکر کنم ریجستر نشد. آره یه شات اچس هم گفتم داغونه، گفتم شماره 1 بیا بیوای تو بهم بده، اچس نمیخوام. گفت باشه دالا، بیوای منم ریده، بیوایشو گرفتم. حالا اچس کمی بیتر اومدیم بالا. اینجا فکر کنم زیپلاین شات کردم. آره یه نفر زیپلاین شات میزنم. آره گفت بی بنداز شاتگان تو بنداز، منم پرکاش روش گفتم نه اول تو بنداز، پرکا رو میخوای ببری زرنگی. آره دادا آخرش انداخت چیزو براش انداختم فکر کنم. میخواستم پرکا رو بردارم، شاتگان رو برداشتم. اینجا دوباره اچس انداختم براش.
به نازم بیوای بهم داد. بریم گفت لانگ برل هم برای خودت داد نخواستیم. منم گفتم چاکره داد. یه شد دادم. پیامو میان اصلا اعصاب آدم. نگاه اون یارو وانشات نشد، وانشات کرد. حالا اچس دستش بود ولی خب شانس بد من وانشات نشد، وانشات کرد. منطق کالاف اینه دیگه. اینجا خودم رو برداشتم با سلف وایبه، یه آرمور زدم، اومدم بالا. آره دابا یارم بود فکر کردم انمی. آره اومدیم اینجا فکر کنم الان که 2 تا وان تپ این 117 هم مال انمی بود. ایمی انداخته بود روش، تازه نشونش هم خراب کرده بود. کلا ریده بود به 117. اصلا نمیتونستی خوب بزنیمش. این هم فکر کنم اینجا اشس لجند داشت یارو ریده بودم به خودم. آره شماره 3 زد، یه شات واقعا خوب ریجستر شد، زدمش یه اشس لجند. باباشم بادو بینم اشس لجند. از اینجا به بعد بچه ها تا اینجا این گیم پلی کسشر بوده، از اینجا به بعد این گیم پلی چی میشه؟ جون میگیره. حالا از اینجا به بعد شروع میشه. یه شات میخوری بادو بینم، یکی بیزنم ویسا 2 تا بهت میزنم، یه 2 تا لورکی رو داریم. آره دا HS لجند هم بچه ها کلن شاتگان لجند. حالا به جز اون کیارم چیزه، کیارم لجند چیزه به درد نخوره، همشون خوبن شاتگان لجند. اون یکم میدونم باش حال نمی کنم. حالا HS رو گرفتیم اومدیم بالا، گفتم دادا اینجا نو مرسی پادشاهی میکنه بودو بینم. فکر کردم اون بالا بود زدم، نگاه اینجا بودو ببینم داداش اینطوری میزنه. گیم پلی اتمی هسته‌ای بودو ببینم، هر کی میاد 2 خوابش میزنه داداش. به من شاتگان لجند بدید اینطوری میزنه. آره خلاصه بگم بهتون اچس گانا شاتگانا لجند معمولا وان تپ تر از چیزن شاتگان معمولی هم. نمیدونم به خاطر لجندی شاید دستشون کردم همه رو. بیارم لجند هم خوبه، عالیه، اونم خوبه. فقط بیوای لجنده آب پاش بدتره، یعنی آب پاش دستت باشه بیوای لجنده دستت نباشه. اصلا نمیدونم فقط دمیج میده، آرمورم نه فقط دمیج. اینو فکر کنم زدم، نه پیچید تو خونه. آها بودو بینم دیگه ریوایو نشید آواش، بودو ببینیم. حالا میاد فکر کنم یارو اومد. آره من این ور رفتم گفتم شماره 1 از اون ور میره. اینم یارمون زدش. آواش دیگه اسم مارس نگیری ها، بودو ببینه. اینجا گفتم بچه ها بیاید زون قویه، الان میریم لابی. بیاید داشتن دراپ مینداختن تریوکیو. آره داداش اینجا چاپر رو زدیم، حالا سوار میشن میریم بیاید دیگه بیاید دارن دراپ میندازن. زون هم چیزی نمونده از زون، چیز زیادی نمونده فکر کنم فقط آره یه اسکواد و یه نفر اسکواد آخر مونده. آره اسکواد آخره ما فایتی بهش میدیم، فایتی باشون میدیم، فایت تمیز اون. اینجا گفتم بیاید پایین بریم راش. چاپر سالم رو رسوندم. یارو از اینجا اومد کجا رفت؟ داداش بیا دیگه. آها این فکر کنم اینجا من مردم. آره در زدم تو در ترکید. این یاروه نمیدونم داستان چی بود، چطور میزد. گفتم منو کاور کنید، کاورم کنید الان میمیرم. اینجا به خدا داداش
یعنی ریده بودم به خودم میگفتم یارو شات نزنه بخوره به من فینیش بخورم. آره اینجا خودم رو بلند کردم تو پلیری یا آرمور رفتیم برای دو نفر آخر. یکیشون خط زیپو گرفته بود. اینجا گفتم داداش اینجا نومرسی پادشاهی میکنه، این حرفا جواب نی، بودو بینه. یه شات زیپلاینی بهش زدم ریخت تو خودش، رفتن لابی. آره نفر آخرم یارام زدنش، گفتم 19 تا کیل دارم من، ADHD دارم نزنیدش مال منه. لاشکسا فقط کیل دوزی میکنه. آره 10 تا کیلم فقط بدبختی گرفته بودم کیل دوزن یارم. اینجا میگفتم بهشون نزنید یارو. بچه ها سنس هم الان براتون گذاشتم این مش تموم بشه. سنس گفتم برای شاتگان خوبه، بیشتر برای شاتگان کلا باید سنسش پایین باشه. آره خلاصه سنس رو گذاشتم آخر ویدیو. حالا چند دقیقه مونده، یه 10-15 ثانیه دیگه تموم میشه گیم پلی. ممنون هر کی تا اینجای گیم پلی نگاه کرد توی کامنت ها یه کامنت نو مرسی با یه قلب بذاره. عشق منید. بوس بابای تا ویدیو بعدی بابای.